اشاره دیگری که برای ما خیلی مهم است این مشکلات نوآوری در دین است. بعضا انسان ها فکر میکنند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد علم دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آموزاندن ما آمد که چگونه عبادت و کی را پرستش کنیم. چه سبب شد و او به پیامبری مبعوث شد؟ او برای آن آمد که بیاموزاند ما را عبادت را آنگونه ای که الله می‌خواهد که او را عبادت کنیم. همین طور اگر شخص به عمل عبادت نزد ما بیاید که از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته نشده است، آن به واسطه تحقیر و پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده است و این چنین او به واسطه تحقیر به الله جل جلاله کرده است. سبب این است که به چه خاطر الله پیامبر فرستاد که ما را بیاموزاند چگونه اجرا کنیم قانون الله را. چی ما فکر میکنیم از او زیاد میدانیم؟ نه، یا الله ما را از این گمراهان محافظت کن. و بعضا وقت انسان ها چنان ناراحتند وقتی ما میگوییم نکنید کاری را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت برای شما من دو چیز را میمانم که به آن چنگ زنید و هیچگاه گمراه نمیشوید که این کتاب الله و سنت من است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، آنجا مردم عید را جشن می‌گرفتند و بازی و خوشی می‌کردند در روز مخصوص. و پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید چرا آنها جشن دارند؟ این کدام روز است؟ آنها گفتند این عید از زمان پیشین است و ما آن را دائما جشن می‌گیریم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ما در اسلام دو عید داریم که این عید رمضان و عید قربان است. برادران و خواهران، شما به سوره کهف نگرید که در آخر سوره الله سبحانه و تعالی درباره زیانکاران می‌فرماید که آنها به نیازهای خود عمل می‌کنند و گمان می‌کنند که کارشان نیک است، اما آنها راه و روش پیامبران را پیش نگرفتند. اما این راه نجات نیست. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بگو آیا شما را به آن کسانی که خبردار کنم که از روی عمل زیانکارترین مردمند؟ این جامعه کسانی اند که سعی آنها در زندگانی دنیا گم شد و آنها گمان دارند که در عمل نیکوکاری میکنند. این جماعه کسانی اند که به آیات پروردگار خیش و به ملاقات او کافر شدند، پس اعمالشان نابود شد و روز قیامت برایشان هیچ وزن برپا نخواهیم ساخت. برادران و خواهران، هیچگاه فکر نکنید که چیز باقی مانده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما نآموخته است. شما فکر نکنید در کاری که شما انجام میدهید خوبتر است از انجام دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم. خداوند همه ما را از این نوآوری‌ها حفظ کند. اگر شما در حقیقت نگرید این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. مردم این را 12 ربیع الاول جشن میگیرند و تقویم اسلامی این چنین در 12 ربیع الاول وفات کردند. چرا مردم دعوای جشن گرفتن مولود را میکنند و تولد و وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم را جشن میگیرند؟ شما را میباید همیشه پیروی کنید از آن چیزی که سنت است و آن چیزهایی که در قرآن آمده است و یا عملهایی که صحابگان انجام دادند. خوب ما مثال میگیریم جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم را. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مولود خود را جشن گرفته بودند؟ البته که نه. یگان صحابه، یگان عالم روز دوشنبه جشن میگرفتند، یگان عالم جشن نمیگرفت. این روز تولد و وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چرا آنها اینقدر در عمل خیر کوشش میکردند این را جشن نگرفتند؟
چرا صحابگان جان فدایش ابوبکر و عمر و عثمان علی رضوان الله علیه اجمعین جشن نگرفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش چرا جشن نگرفت مولد ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام را و دیگر پیامبران خدا را؟ کسانی که مولد پیامبر صلی الله علیه و سلم را جشن میگیرند آنها از پیامبر زیاد میدانند؟ نه، کسی از پیامبر زیاد نمیداند. اگر این کار ثواب بود پس چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم و امتانش امر به این کار نکرد و ما نیز باید نوآوری نکنیم؟ زیرا این در 100 ساله اول نبود، در 100 ساله دوم نبود و 100 ساله سوم نبود. در این 3 و 4 است. یگان شخصیت با علم این عمل را نکردند و در این موضوع نیز چیزی را توصیه ندادند. سوال: آیا این از دوستداری به پیامبر صلی الله علیه و سلم است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید شما مثل نصرانی ها در دین زیاده روی نکنید. نصرانی ها مولود عیسی علیه السلام را جشن میگیرند که گویا در این روز گناه های آنها بخشیده می شود. آن روز مهر و محبتشان و پیامبرشان زیاد می شود. این چنین آنها در مولد پیامبر صلی الله علیه و سلم می روند، گریه میکنند، شعرها میخوانند و گمان میکنند که در این روز گناهاشان بخشیده می شود. اگر شما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارید، هر لحظه از سنت‌های او پیروی کنید و سنت‌های خودش را از نو زنده کنید. برادران و خواهران، اسلام خیلی دین آسان است. شما برای نوآوری‌ها دسترخوان‌های خودتان را آرام ندهید. الله پاک همه ما را از این نوآوری و تمام دیگر نوآوری‌ها حفظ کند.